شب 19 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت 21:10 مرد 29 ساله ساکن نوی فرخور از روی خصومت به مغازه فروش اشیاء روزگار در آمده. از آنجا یک کرد خوجگی را خریداری کرده و سپس در مرکز دیهه گلشن نوی فرخور با مرد 29 ساله ساکن همین نویه در داخل ماشین تمغه مرسدس بنز جنگ و جنجال کرده با کرد 5 مرتبه به عضوهای بدنش زده است. در نتیجه جبری دیده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. نسبت گمان به شونده پرونده جنایتی با قسم دوم ماده 112 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه سینا با عریضه مرد 44 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که دوم آگوست سال 2024 تخمینا ساعت 19:00 در نزد بنای استقامتیش شخصان نامعلوم از دست پسر نابالغ 12 سالش با رای آشکارا یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی نو را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 1300 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 18 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه اسماعیل سامانی عریضه پیرمرد 72 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 14 آگوست سال 2024 شخصان نامعلوم با رای پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا محصولات ساختمانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 12050 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 47 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. شب 19 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت 21:14 راننده ماشین تمغه خووا ایگنبردیف اکرام جان سال تولدش 1987 ساکن نویه باباجان غفوروف هنگام حرکت در راه ماشینگرد جماعت دیهات گلخانه نویه جبو رسولوف در نزد کارخانه خشت براری که در راه اساسی قرار دارد به دوچرخران تمغه اسکوتر جمع احمدوف جعفر سال تولدش 1982 ساکن نویه مذکور برخورده است. در نتیجه دوچرخران جمع احمدوف جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی حادثه تحقیقات ادامه دارد.